سلام دوستان عزیز، نوری نوبتی ما از شهر قرغانتپه باختر حزیره. این خانه که این حال شما دیده استودید 4 حجره می باشد و ما در این نور تنها امکان داریم که یک حجره اش رو نشون دهیم، زیرا این حال تعمیرش ادامه دارد. و دوستان عزیز شما می توانید که در رقم های در پایین اکران بوده حتما در تماس باشید و با استو صحبت کنید و کارهای شما رو با نرخ ارزان و با صفت بلند حتما با انجام میرسوند. خب دوستان عزیز، در زیر کامنتاری ها سوال زیاد شدن که آیا دو خانگاه و سه خانگاه تعمیرش چند روز طول میکشد. با همین خاطر این نوع رو با شما پیشکش میکنیم و همش رو من در این نوع البته ساده کرده میفهمونم. خب دوستان عزیز، همه چیز از همون استویی که شما دعوت میکنید از همون چیز وابستگی میکند. البته صفت کار هم و زود تمام کردن کار هم همش در خودی استو می باشد. و این نواری که شما دیده استودید، یعنی همین حجره را ما در دوام 4 روز همه کارهایش رو انجام دادیم و علاوه باز ما دو دیوال این خانه را اوتیپلیت کردیم. البته این گفته های ما را همون افراد میفهمند که در این گونه دام ها زندگی میکنن. البته این دام های پیشتر می باشند. خب دوستان عزیز، این بود نوار امروزه ما و بار دیگر یادآور باشیم که با رقم های در پایین اکران بوده حتما در تماس باشید و ما کارهای شما رو با صفت بلند انجام میدهیم. تا ویدیوی دیگر صحتمند و پیروز باشید.